حضرت بلال وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عالم درگذشتند، دیگه در مدینه منوره از اون گفتن بس کرد، از اون گفتن نمیتونست است. همین اشهد ان محمدا رسول الله دا دیگه همین گریه میگرفت استش که آوازش نمی‌آمد است، خفه بشیده. آخر الامر اومد در زمان خلافت حضرت عمر، گفت یا امیرالمؤمنین با یگان جبهه بفرستم که من مدینه منوره را به چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تصور کرده نمیتونم. و حضرت عمر هم یک مکتوب نوشت و ابو عبیده جراح رضی الله تعالی عنه سروری لشکر مسلمانان در شام که همه بلال است، بلال خوب نگهبان مشکل و بلال پیغمبر خدا دوست می داشت. این صحابی بزرگوار حضرت صلی الله علیه و سلم و حضرت بلال همراه ابو عبیده جراح بوده است. قدرت خدای تعالی در سال 18 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از شام دیدن کرد، سفر کرد، رفت حال مسلمانان را دید. وقتی که حضرت گسل میکردن در راه یک مقدار همراهش صحابه اومده بودند. در موضع رسیدن وقتی نماز پیشین شد، حضرت عمر گفت یا بلال ترا به خدا قسم یک بار دیگه از آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به یاد بیاید. که امیر مسلمانان حضرت عمر فاروق خواهش کرده است، تمام صحابه خواهش دارند. حضرت قبول کرده، در همون صحرا شروع کرد به از آن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، همین اشهد ان محمدا دا اومد چنان گریه کرد که تمام صحابه همه به گریه غلطیدند. گفت یا امیرالمؤمنین من امکان دیگه از آن گفتن ندارم، من نمیتونم بعد حضرت اشهد ان محمد رسول الله را به صدای بلند بگم. سبحان الله. وقتی اینا محبت میگن، خدا کنه که از محبتی که خداوند متعال به بزرگای اومد، به صحابه ها، به تابعین، به تبع تابعین داده بود، یک مقداری اندکشم که باشه برای ما و شما را برساند. انشاءالله این محبت سبب سربلندی و عزت ما در دنیا و سبب نجات ما فردا روز قیامت می شود. از انس فرزند مالک آمد است که به مهمانی او شخص شده است. او حکایت کرد که از بعد طعام دید انس دستارخوان را زرد فام، چرکین و آلوده گفت ای خادمه اندر افکن در تنورش یک دمه. در خانه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر خادم خاص حضرت صلی الله علیه و سلم، همون پسره که از سین 7 سالگی تا وقتی وفات حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوش بده خدمت حضرت هم میکرد. روایت است که یک چند نفر خونش مهمانی میآیند. این حضرت هم یک دستار سفیدی تازه به دست میگیره میپرتویه و خراک میاره. وقتی مردم خراک میخورن خاصتا همین شریدش میسینه همین خامشوگاه خدمانه، همین خراک یک گوش داره و در درونش نام پورا میکنن میخورن، همین شرید میشود. شرید کنه نه که تریدش در زبان ما باقی مونده است. متاسفانه هم خراکی را که برای گواه تیار میکنیم هم را میگیم، نه باشه همین خراکی که گوش داره و نان ریزه میشود شرید است، بهترین طعام است. میگه آوردن شرید است زدن مردم روغن ریخته برای لته لکه‌دار و داغدار شد. انس ابن مالک خادمه را صدا کرد، در اونجا نون بسته استبدیان، تنور گرم است. گفت بر همین را در روی تنور بدوز. در تنوری پرزی آتش در فکرند، در زمان دستارخوان را هوشمند. این خادمه را هم اشتباس نکرده، همون لطه بسیار قیمت اوخی. زمانهای پیش این قدر متاع زیاد نبود، قیمتش بلند بود. کلولش کرد که این بود در تنور انداخته شد. جمله مهمانان در آن خیره شدند، انتظار دودی تندوری بدند. بچه گفتن متاع حیف کرد، اگر نگه دارن که آزی دود و پتکش میبروید. بعد 1 ساعت برآورد از تنور پاک و اسفید از آن اوساخ دور. این ساعتش یه لحظه بگیم، این ساعتی استرونومی نیست که عبارت 60 دقیقه باشه. همین بعد یه لحظه میگه کشید برآوردش، رنگ که همین دگی الومینی را در علو میمونه که تازه خشرو میشوه، همه داغ لکش میروه، سب سفید میشوه. همون خیلی میگه تازه و آزاده و سب سفید شده است. مردم حیران شدن میگه وقتی که دیدن. خلق گفتن ای صحابی عزیز چه نسوزید و منقا گشت نیست؟
گفتن ای صحابی حضرت صلی الله علیه و سلم اوخی خاصیتی الو همین است که میسوزونم متاعلته و این چیزا را این چه خیلی چیزی که نسوخت برعکس توزه و پاکیزه شد. گفت زان که مصطفی دست و دهان بس بمالیدن در این دسترخوان. گوی دسترخوان حضرت صلی الله علیه و سلم هدیه کرده است. بسیار حالتهای میشه که حضرت وقتی خوراک میخورد دستهای مبارک لبای مبارک به لب همین دسترخوان تازه میکرد. آخر چیزی را که دست لب پیامبر صلی الله علیه و سلم او موسیده است آتش را دیگه تاثیر میکنه. سبحان الله. ای دلی ترسنده از خشم هراس با چنین در یک شهر میزیست است که اکثر خودش مردم فاسق و فاجر را از خدا دور و محجوب در نماز دعا میکرد است پروردگار و ای بای مردم فاسق دورم کرد که کثافت را میبینم دیگه همون آرامیشون بوم میشود دیگه با حضور قلبی عبادت کردن نمیتونم پروردگار را جای ببر که من همین چهره منحوس یعنی را نبینم. یک وقت قصد سفر میکنه در یک کشتی سوار میشود قدرت خدای تعالی در بحر طوفان میخیزد کشتی چپگردان میشود غرق میشود همه سرنشینای کشتی همه در آب غرق میشوند. این زاهد همین یک مخطوره را که همین کشتی شکستگی از قدرت پروردگار موج به پیش میاره در همون مردش هم میجوزه میچسبه شمال میکشه میبروش به یک جزیره را. جزیره چی؟ 100 متر در 100 متر یک خرسنگ در آن بین بحر شو در میانه همون سنگ یک چشمه که آب شیرین جوری در لب چشمه یک درخته که انور ایران همین میاد در همونجا یک کپچه میکنه و دیگه به عبادت مشغول میشود. 500 سال میگه در عبادت خدا سپریده همین با لذت با یک راحت با کیفیت. همون درخت انور هر روز یک میوه میپخته است یک انور همون را نوش جان میکرده است او میزنده است فقط به عبادت خدا مشغول هیچ که خللش نمیرسونه. در خبر اومده است میگه حضرت امام غزالی که وقتی وفات میکند میگه خداوند متعال میگفت استش که ای بنده تو خوب عبادت کردی بنده خوب صالح بدی و فضل من داخل جنت شو. این فضلش چیست؟ میگه پروردگار چرا به فضل آخی به فضل گناهکارا را میروند فاسقا را میروند و من غیر عبادتی تو در همین دنیا هیچ کاری دیگه کردگی نیستم یک طرفت العین من میخواهم با عدل داخل جنت بشم عدل قطعی بدرورینم. من میگه دیدم میشه از جانب حضرت خداوندی ولیش میگیره بسنجینش کن در یک پله ترازو میگه 500 ساله طاعت عبادت عابد میموند در پله دیگرش فقط همین روشنایی ده چشم بینونه این 500 ساله طاعت عبادت شکرگزاری هم ده چشم بینونه میشید است هیچ پله را در آسمان میبردونه بعد دیدم میشه اگه بکشه بری در دوزخ برتویش ولی گوشای شنواش حساب نکردیم بینی گویاش حساب نکردیم زبان گویاش حساب نکردیم او قلب مالامال از محبت تپیش حساب نکردیم. حقیقتا اگر حساب کنم حال چی میشه بچه ها ولی هم دخترها را بپرسه دل انسان در یک دقیقه 70 بار فشار میخونده است از برای خدا 70 بار اینم تاری دست فشار میده دست تای کار میمونه سال 12 ماه این دل هر دقیقه 70 بار فشار خورده است آخه شکرگزاری اینا کی میکنه باشو بعد آبی در گریه میزنه پروردگار رو عفو خدایا ببخشو من میگه ای آبی همین محبت عبادت در قلبی تو کی انداخت در همون شهری که همه فاسق و فاجر بودن گفت پروردگار رو تو گفت خانه آباد وقتی که کشتی در آب غرق شد مریکا که دستی آب داشتن همه غرق شدن مردن تو خانه آباد آبازی را نمیتونی تو را کی نجات داد پروردگار رو تو گفت آخی در یک خرسنگی که 100 متر در 100 متر این چشمه آب شیرین در بین این اقیانوس شور کی جاری کرد خدایا تو آخی گفت کدام درخت هر روز میوه میده این درخت ها موسمی هم موسم شما دیگه میبنده و تا سال دیگر قرار میگیره هر روز انار در درخت کی میپزن پروردگار رو تو آخه همه را که ما کرده باشم تو چی دعوا داری گفت وقتی گفتم با فضلم بدرو
قطعا این نعمت‌های پروردگار هم حساب کتاب دارد. اما وقوف در پیش پروردگار بسیار بسیار وزین است. حضرت امام علی زین العابدین میگه وقتی که در نماز می ایستاده است میدیدم رنگ روش زرد میشیده است، چهرهش میپریده، رنگ این آدمی که مصیبت به سرش میاد دست پوشش لرزه میگرفته است. و میگن که حضرت او این ترس حراس برای چی است؟ او تو در نماز ایستاده راحت میکنی، عبادت خدا را میکنی. میگه در حضور خداوند ایستادم. باز یک حاکم فیروز کنه در پیشش چخت کنه تلخت میکنه. آیا خداوند عبادت ما را قبول میکنه؟ بندگی ما قبول میکنه یا نمیکنه؟ نزد من آشکار نیست. نکنه که همین نمازهای میخوندگی و فردا روز قیامت با کلوله پیش در سر پوکم بزنم. مردای خدای نه که میترسیدن از پروردگار. در نماز که میایستادن همچنان که پروردگار را دیدیست همون که عمل معامله میکردن. با یقین بدون برادرای زن وقوف در پیش پروردگار حتما آمدنی است، حتما میآید. اگر خشو به قول جوان مردی که همون را اندیشه کرده در همین دنیا گریه میکنه، توبه میکنه تا در اون روز سختی خداوند بزرگ مشکل کشاش باشه و دستگیرش باشه. و وقتی مرگ پیر زار بگریست، کسی گفتش که پیر و گریه از چیست؟ یک مسافر میگه در وقتی سکرات مرگ گریه کردم. یک از گفت که اوخی قریب در 100 رفتی دیگه چی گریه میکنی؟ چنین گفتو که اندر قرب 100 سال در میکوفتم من در همه حال، کنون خواهم کشاد اون در به یک بار. از آن میگیریم از حسرت چنین زار، که آگه نیستم که این در به عادت شقاوت میکشاید یا سعادت. گوانم مدتی 100 سال من درم میکوفتم و میکوفتم، اکه امروز همون درم میکشاید. اکه من نمیدانم که او دری سعادت، دری جنت، دری رحمت خدای یا دری شقاوت و بدبختی و دوزخ. فرو می افتم از چرخی برین من، کجا آیم ندارم در زمین من. میغلطیدن در میغلطم، نه که در کجا میغلطیده باشم من نمیدانم باقی. به حضرت میگه چو آمد کاسه عمرم به دردی، نه قوت ماند نه نیرو نه مردی. بس نو خوردنی ها خوردم رفت، بس نو کردنی ها کردم رفت. دلم از بیم مردن در گداز است، که مرکب لنگ راهم بس دراز است. خدا کنه که به یاد مرگ باشیم، ذکر مرگ از یاد کنیم. حضرت تاکید کرده است اکثر و ذکر هازم لذات یعنی الموت. ذکر برهم زننده لذت ها، ذکر پراکنده کننده جمعیت ها، ذکر مرگ از یاد کنیم. پروردگار بزرگ محفل بابای حاجی مبارک خداوند روح مادر مرحومه شد، برادر مرحوم شد، گذشته هاشون، اونایی که گفتن که همین روزای نزدیک هم کسی از قومشو از خیش تبارای نزدیکشو گذشته است. پروردگار بزرگ در بحبوحه جنت مستقر شون میگن، از اعمال اینه که بازمانده ها روحشان شاداب بگردونن. و فراموش نکنه که هر کاری میکنیم در عالم برزخ پیش خیش تبار و اشکارش میکنن. این اعمال بنی آدم یعرض علی اقربائه من موتاهم. عملای فرزند آدم در نزد خیش پیونداش عرض میشود. عملی خیلی خوب باشه روحها شاد میشوند، باریده میشوند. عملی ناخوش ناخوب باشه پژمرده میشوند، بسیار محزون میشوند. ان شاء الله روح گذشته های بابای حاجی من یقین دارم که در عالم برزخ شاد و باریده هستند. خداوند بزرگ در خاندانش، در کسب و کار و عمر جانش، در عمر جان فرزنداش نبیروهاش برکت عطا کنند. پروردگار عزیزایی را که قدم رنجه فرمودن و به این خانه آمدن، اولا خودمشون مبارک بودن، بعدا خداوند بزرگ غیرت و همت من بوده که امتی واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت بسازه تا فردا روز قیامت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با آغوش باز پیشواز میگیره که ای بنده خدا من پزمان شما بودم و دست مبارکش از حوض کوثر سیراب میکنه و در رضا خداوند متعال طلب شفاعت میکنه که پروردگار ای امتهای من هستند. خداوند عاقبت امورمان به خیر انجام بده. پروردگار مسلمان زیستن، مسلمان مردن، فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برای ما نصیب روزی گردان. آمین.